بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اینک به عون الله تعالی ما درس خود را دوام میدهیم از رساله 70 مسألة مهمة في الصيام، یعنی 70 مسئله مهم عاید روزه از آن شیخ عبدالله ابن محمد ابن حسین ابن محمد نجمی، الله سبحانه و تعالی آن را محافظت کند، با تقدیم و تعلیقات شیخ علامه احمد ابن یحیی نجمی، الله سبحانه و تعالی این کس را رحمت کند. موضوع درس امروزی ما آغاز می‌یابد به عون الله تعالی آنجا که صاحب رساله فرموده است: المسألة 61، یعنی مسئله 61. مسئله چند؟ مسئله 61. حکم الصید فی شهر رمضان، حکمی در ماه رمضان صید کردن. قالت اللجنة دائمة للإفتاء في الفتاوى، لجنه دائمی برای فتوا دادن فتوی با رقم 115,083 چنین گفت است: من قتل صيدا وهو صائم فإنه لا يؤثر على صيامه. کسی صید را، حیوان شکاری را به قتل رساند در حینی که او روزه‌دار باشد، این به روزه‌اش یگان تأثیر نمی بخشد. فصیامک صحیح، روزی تو درست است. ولا قضاء علیک، برای تو یگان قضا هم نیست. ولا حرج فی الصید فی رمضان، خلاصه یگان باکی ندارد صید کردن در ماه رمضان. قال شیخنا، شیخ ما یعنی شیخ احمدی ابن یحیی نجمی، الله رحمتش کند، گفت که ملاحظه یعنی که تعلیق کرده میگوید: لابد ان یکون مقیدا فی غیر حرام، باید که قید کرده شود که این صید در غیر حرام، یعنی در حالی نباشد که وی در احرام باشد. المسألة 62، مسألة 62. المسافر المستمر في طلب الرزق هل يفطر، یعنی مسافری که بر دوام در طلب رزق است، آلا مثال گیریم افطار میکنه، یعنی روزش میخورد. قالت اللجنة دائمة للإفتاء في الفتوى، لجنه دائمی فتوا دهی در فتوی زیر رقمی 8324 چنین گفته است که یجوز لك فی سفری که قصر الصلاة الرباعیه، یعنی در سفرت جایز است که تو چکار کنی؟ نمازهای 4 رکعته را قصر کنی. والجمع بین الظهر والعصر فی وقت احداهما، و میتوانی یعنی پیشین و عصر را در وقت یکی از این دو جمع کنی. یعنی و یجوز ایضا الفطر فی شهر رمضان فی سفرک، و جایز است همچنین در ماه رمضان چیکار کردن؟ در سفر خود خواب فطر کردن، یعنی که روزه خوردن. و یجب علیک قضاء الایام التي افطرتها من رمضان، و به تو واجب است قضایی اون روزهایی که و را از روزهای رمضان خورده ای. لقوله تعالی، بنابر قول الله تعالی آنجا که فرمود: و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. سوره بقره آیه 185. یعنی کسی بیمار باشد یا که در سفر باشد، بس به شماره از روزهای دیگر، یعنی به همین شماره‌ای که میخورد از دیگر روزها میدارد. المسألة 63، مسألة 63. هل يجوز الفطر بسبب الامتحانات، آیا جایز است روزه خود را خوردن به سبب امتحان ها؟ قالت اللجنة دائمة للإفتاء في الفتوى،
لجنه دائمی فتوی برای در فتوی رقم 9601 چنین گفته است که الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان. یعنی امتحان های مدرسوی و مانند اینها را همچون عذر دانسته نمی شود که اجازه بخشد برای خوردن روزه در روزهای رمضان. ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحانات و جایز نیست اطاعت کردن والدین در خوردن روزه بخاطر امتحان ها شده، لانه طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، زیرا این یک طاعت است برای مخلوقی که او در معصیت خالق است. و انما طاعت فی المعروف، طاعت و اطاعت در کاری پسندیده می شود، کما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، چنانه که آیه این در حدیث صحیح آمده است، در بخاری مسلم آمده است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. المسألة الرابعة والستون، مسألة 64، من يعمل في الأفران هل يجوز له الفطر؟ یعنی کسانی که یا که کسی که در نانوایخانه ها کار میکنند آیا جایز است برای چنین کس روزه خود را خوردن بخاطر اونچه که گرم است؟ قالت اللجنة دائمة للإفتاء في الفتوى، لجنه دائمی فتوا دهی در فتوای زیر رقم 13489 گفته است که لا يجوز لذلك الرجل ان يفطر، برای چنین کس جایز نیست روزه خود را خوردن، بل الواجب عليه الصيام، بلکه به او واجب است روزه گرفتن. و کونه یخبز فی نهار رمضان لیس عذرا للفطر، و در روزهای رمضان نان پختن او این عذر نمی شود برای روزه را خوردن. و علیه ان یعمل حسب استطاعته، به او لازم است که عمل کند چینی موافق به توانایی خودش. المسألة الخامسة والستون، مسألة 65، هل حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة مفسد للصوم؟ آیا تراشیدن سر، موی سر و کوتاه کردن ناخنها، یعنی گرفتن ناخنها و کندن مویهای زیر کشت و تراشیدن مویهای زیر ناف، آیا اینها روزه ویران کننده روزه محسوب میشن یا نه؟ گفته سوال میدهند. قالت اللجنة دائمة للإفتاء في الفتوى، لجنه دائمی فتوا دهی در فتوای زیر رقمی 2517 چنین گفته است که حلق الشعر و قص الاظافر و نتف الابط و حلق العانة كل ذلك لا يفطر الصائم. یعنی موی سر را تراشیدن و ناخنها را کوتاه کردن و کندن مویهای زیر کشت و تراشیدن مویهای زیر ناف، تمام اینها روزه‌دار را ویران نمی کنند. المسألة السادسة والستون، من توفي أثناء رمضان شهر رمضان فهل يشرع إكمال الشهر عنه؟ مسألة 66، کسی که در میانی که در اثنای ماه رمضان وفات کند آیا مشروع است به کمال رسانیدن، یعنی پورا کردن این ماه را از نام او؟ 15 روز داشت وفات کرد، باقی روزهاش از نامش داشتن میشد یعنی. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاواه، شیخ امام عبدالعزیز بن باز الله رحمتش کنه در فتوای خود در مجلد 15 در صفحه 376 فی جوابه لشخص، در جواب خود آیدی که برای شخص، برای نفر چنین گفت که لیس علیک شیء، برای تو چیزی نیست، لأن والدک لما توفی سقط عنه الواجب، یعنی پدری تو هنگامی که وفات کرد از او واجب ساقط گشت. فلیس علیک ان تقوم عنه، به تو یعنی که لازم نیست که بجای او وای واجب را بجا آری. ولا یشرع لک ذلك، و
مشروع هم نیست، یعنی که در شریعت نامده است که این کار را تو کنی یا که انجام دهی. نعم. المسألة 67 حكم صيام من أجهضت. مسئله 67 حکمی روزه گرفتنی زنی که چه مثل کودک پرتفته است یا که اسقاط کرده است. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في الفتوى، لجنه دائمی فتوا دهی در فتوای زیر رقم 10653 گفت است که اذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر. یعنی وقتی اون زنی که کودک خود را پرتافته است یا که گویم اسقاط کرده است در همون کودکی بطن بوده، آفرینش انسان باشد مانند دست و پا و مانند اینها دیگر عضوها باشد و ایضا مدتی نفاس را می نشیند، یعنی نگران میشد تا پاکیزه شدن شد یا که تا به 40 روز رسید مکمل شدن. ثم تغتسل، بعد از آن غسل میکند و تصلی و نماز میگذارد و تقضی اليوم الذي وضعت فيه، و همون روز که در اون روز چیکار کرد؟ گذاشت، یعنی که بگیم اسقاط کرد. و ما بعده و بعد از وی من ایام الصيام الواجب علیه، دیگر روزهای روزی واجب را که بالای او بود چند روزه که مثال گریم در نفاس نشسته هموشه قضاگیشه میدارد. ولا اطعام علیها ان قضت الصيام قبل دخول رمضان آخر، و یگون طعام دادن هم بالای او واجب نمی شود اگر ادا کند که قضا کند روزه را پیش از در آمدن رمضان دیگر. فإن طهرت قبل الأربعين اغتسلت و صلت و صامت لزوال المانع عن من ذلك، اگر پیش از 40 روز پاکیزه شود غسل میکند و نماز میگذارد و روزه میگیرد به خاطری اون مانعی که وی را مانع شد از روزه گرفتن دور شد، برطرف شد. فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، اگر در همون اسقاط اون چیز از آفرینش انسان نباشد البته روزی او درست است. و یعتبر الدم دم فساد، و خون را خونی فساد اعتبار داده می شود. تصلی، نمازش می خواند میگذارد و تصوم روزش می دارد و تتوضأ لكل صلاة، برای هر نمازش طهارت می کند، وضو می سازد. حتی تأتیها العادة المعروفه، تا به او یعنی که عادتی همون حیزش آمدنه. المسألة 68 مسألة 68 حكم استعمال مرهم والبنسلين للجروح هل يؤثر على الصيام أم لا. مسألة 68 حكم استعمال کردن یعنی که چیزهای میماری دیگه مانند بلزم و مز و پنسیلین در جراحت ها، آیا این مثلا بر روزه یکون تأثیر میبخشد یا نه؟ قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود. شيخ ما علامة أحمد بن يحيى النجمي الله رحمته شكنا در کتاب یعنی فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود در مجلدیه در صفحه 334 چنین گفت که و اما استعمال المرهم والبنسلين للجروح فلا يضر، اما استعمال کردن مرهم یعنی که مز و پنسیلین برای جراحت ها یگون ضرر نمیرسونه، لانه لا ينسل الى الجوف، چون که این به داخلی باطن نمیرسه، به داخل رفته نمیرسه. المسألة 69 مسألة 69 حكم من افطر قبل غروب الشمس والجو غائم، یعنی حکمی شخصی که پیش از فرو رفتن آفتاب افطار کرده است و در حالی که بیرون چی بوده است؟ ابرناک بوده است. قال سماحة شيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاواه، شيخ امام عبد العزيز بن باز الله رحمتش کند در فتوای خود در مجلد 15 در صفحه 289 چنین فرموده است که علی من وقع له ذلك، به کسی چنین روی دهد ان یمسک حتی تغیب الشمس، باید که خود داری کند تا فرو رفتن آفتاب، یعنی دید که یعنی که آفتاب فرو نرفته سوی خورده است
منتزل مشود دیگر نمیخوره دیگه میشه. و علیه القضاء و عند جمهور اهل العلم و او واجب میشود، لازم میشود قضاگی در نزد جمهور اهل العلم. ولا اثم علیه، ولا شیء گناهی نیست. اذا كان افطاره عن اجتهاد، اگر افطار کردن از جهتی اجتهاد باشد و جستجو لغروب الشمسی، یعنی که کافت کوکب جستجو کرد که آفتاب شسته باشد، گفته در تلاش بود. كما لو اصبح مفطرا في يوم 30 من شعبان، چخلی که روز خسته، یعنی که روزش رو میخورد در روز 30 ماه شعبان. ثم ثبت انه من رمضان في اثناء النهار، در میانی روز بود که ثابت شد برایش که این روزی رمضان، یکم رمضان بود است. فانه یمسکو، و خود داری میکند و یقضی عند جمهور اهل العلم، و همون روز رو در نزد جمهور اهل علم چیکار میکند؟ میدارد روزش. ولا اثم عليه، ولا يوجب گناه نیست. لانه حين اكل او شرب لم يعلم انه من رمضان، زیرا وقتی که وی خورد و نوشید و ندانست که این از ماه رمضان است. فالجهل بذلك اسقط عنه الاثم، این آید این ندانستنش، همین جهل از او گناه را ساقط گردانید. اما القضاء فعليه فالقضاء، اما نسبت قضا باشد به او لازم میشود قضاگی همان روز را داشتن. نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.